دوست و همراه عزیزم، خیلی خوش اومدی به شبی آروم و نرم، به لحظه‌ای که دیگه لازم نیست کاری بکنی، فقط بنشین یا دراز بکش، چشمات رو ببند و اجازه بده جهان کمی ساکت بشه. نفس عمیقی بکش، صداش رو حس کن وقتی هوا وارد ریه‌هات میشه و آروم بیرون میاد. بذار افکارت مثل برگ‌های سبک روی آب شناور بشن. نه به فردا فکر کن، نه به گذشته. الان فقط تویی و صدایی که کم کم داره از دنیای خیال میاد. اینجا در دل شب، جایی بین خواب و بیداری، جایی بین رویا و آرامش. میخوام با هم سفر کنیم به سرزمینی دور، جایی که پادشاه بهرام گور در کاخ خودش 7 گنبد ساخته بود و هر گنبد رنگی از روح انسان داشت. امشب ما به دیدن 3 گنبدش خواهیم رفت. پس اگه آماده‌ای نفس عمیق بکش و بذار ذهنت مثل پرنده‌ای سبک از این جهان جدا بشه. همه خستگی‌هات رو بذار پشت سر و با من بیا تا در دل شب و زیر آسمون پرستاره به ماجرای 3 گنبد شاه بهرام گوش بدیم. پس با من همراه باش. امشب میخوام ادامه افسانه 7 گنبد رو از شاه بهرام براتون روایت کنم. در شب‌های گذشته شنیدیم از پادشاه بزرگی به نام بهرامشاه، شاهی که در کاخ خود 7 گنبد رنگی ساخته بود و هر شب به گنبدی میرفت تا بانویی از اون سرزمین برای اون حکایتی بگه، حکایتی از دل آدما، از عشق، از ترس و از ایمان. امشب نوبت 3 گنبد دیگه است. گنبد فیروزه‌ای، گنبد قهوه‌ای و گنبد سفید. 3 داستان از 3 دل، 3 راز از 3 رو که هر کدوم در خودش پیامی پنهان برای ما داره. شبی آرام بود. بهرام شاه پس از روزی پر از کار و اندیشه ردای فیروزه‌ای رنگ خود را برتن کرد. هوای شب خنک و آروم بود. ستارگان می درخشیدند و صدای آبنما در کاخ چون موسیقی خواب در فضا می پیچید. شاه بهرام به سوی گنبد فیروزه‌ای رفت. گنبدی که در میان همه گنبدها به رنگ آسمان و دریا بود. اونجا بانویی از سرزمین خضر در انتظارش بود. چشمانش چون موج و صداش نرم و آروم، همچون نسیم سحرگاهی. بهرام با لبخند نشست و بانو با صدایی که از عمق دریا می اومد گفت: پادشاه من، امشب برایت داستانی دارم. داستان مردی که دلش در جستجوی راز دریا بود. آنگاه حکایت خود را چنین آغاز کرد: در روزگاری دور مردی بود ماهیگیر به نام ماهان. مردی آرام، پاکدل و ساده در روستایی کوچیک کنار دریا زندگی می کرد و هر صبح پیش از طلوع خورشید با قایق چوبیش
دل به موجها می‌زد. دریا برای او تنها آب نبود، خونه دلش بود و هر موج براش قصه‌ای داشت. اما شبی هنگامی که ماه در آسمان می‌درخشید، صدایی از دریا شنید، آوازی لطیف و دور، چنان که گویی پری دریا او را می‌خواند. ماهان گوش سپرد و هر شب آن صدا را می‌شنید، تا اینکه روزی تصمیم گرفت راز آن صدا را بیابد. با قایقش به دل دریا زد و رفت تا صدای آن نغمه را دنبال کند. روزها گذشت و بادها خشمگین شدند. امواج او را از ساحل دور کردند تا اینکه در میان مه نوری دید، نوری آبی درست مثل دل دریا. قایقش رو به سوی نور برد و ناگهان در میان موج زنی از آب برخاست. او پری دریا بود، چشمانش چون صدف و موهایش چون جویبار نقره‌ای. گفت ماهان، من سالها صداقت دل تو را دیدم. تو با دل پاکت دریا را آینه کردی، اما این راه خطر است. آنکه به عمق دریا می آید باید دلش را از طمع خالی کند. ماهان گفت من چیزی نمی خواهم، تنها می خواهم بدانم صدای تو از کجاست. پری لبخند زد و دستی بر آب کشید و ناگاه دریا آرام شد. ماهان خود را در جایی یافت که نه زمین بود و نه آسمان. در اطرافش صدف‌ها می درخشیدند و ماهیان چون ستاره هایی در آب در حرکت بودند. پری گفت ای مرد پاکدل، دریا راز کسانی را می گشاید که به جای طلا دنبال معنا می گردند. ماهان مدتی در آن سرزمین ماند، اما روزی دلش برای خاک، برای انسانها تنگ شد. به پری گفت من باید بازگردم، دلم برای زمین می تپد. پری گفت پس بدان از امروز هرگاه دلت در طوفان زندگی بیقرار شد، چشمت را ببند و صدای دریا را بشنو. من همانجا هستم، در صدای موج، در آرامش آب، در سکوت درون. و در یک چشم به هم زدن ماهان خود را بر ساحل دید. شب بود و ماه بر دریا میتابید. دریا ساکت بود، اما گوش دل ماهان هنوز صدای پری را میشنید. او فهمید که دریا فقط بیرون از ما نیست، گاهی دریا درون ماست. بانو خاموش شد و بهرامشاه مدتی در سکوت به چشمان او خیره ماند. در آن چشمان موجی بود و نوری از جنس آرامش. بانو گفت پادشاه من، رنگ فیروزه‌ای رنگ دل آرام است. اگر دلت آرام باشد دریا همیشه با توست. روز دیگری آغاز شد. آسمان در رنگی میان طلایی و خاکی شناور بود و هوای کاخ بوی زمین خیس میداد. شاه بهرام ردای قهوه‌ای بر تن کرد، رنگی به سادگی خاک و به گرمای زمین. او آهسته به سمت گنبد قهوه‌ای رفت، گنبدی ساخته از سنگ‌های صیقل خورده که در نور خورشید
چون دانه های خاک برق میزد. درون گنبد بانویی از سرزمین هند در انتظارش بود. چشمانش چون کهربا و صدایش گرم و آرام بود، چنان که گویی با هر واژه خاکی نرم را در دل می نشاند. او گفت ای پادشاه من، امشب برایت داستانی دارم از مردی که در میان غرور و خاک راه گم کرد و سپس چنین آغاز کرد. در سرزمینی دور دهقانی زندگی می کرد به نام رادمهر، مردی سخت کوش و مهربان که هر روز زمین را شخم می زد، بذر می پاشید و با عشق محصولش را برداشت می کرد. اما در همان شهر مردی بود توانگر به نام سامان که خود را از همه برتر می دانست. خانه‌اش از مرمر بود و اسب‌هایش از نژاد شاهانه. او به رادمهر می خندید و می گفت تو از خاک زاده‌ای و من از طلا. رادمهر همیشه پاسخ می داد اگر طلا در خاک پنهان نمی شد تو هیچگاه پیدایش نمی کردی. اما سامان نمی فهمید تا روزی که بارانهای سنگین بارید. زمین لرزید و رودخانه شهر را در خود گرفت. خانه های مرمرین فرو ریختند و تنها زمینی که از دلش بذر ایمان رویده بود پابرجا ماند، زمین رادمهر. وقتی آبها فرو نشستند سامان درمانده و تنها بر ویرانه های کاخش نشست. رادمهر بی هیچ کینه‌ای دست او را گرفت و گفت زمین اگر فروتن باشد هیچ بارانی آن را نمی شوید، ولی دل مغرور با اولین موج فرو می ریزد. سامان گریست و برای نخستین بار فهمید که بزرگی در داشتن نیست، در بخشیدن است. او کنار رادمهر ماند. زمین را با هم کاشتند و از خاک برکت رویید. در دل زمین ریشه های دوستی جوانه زد و آن دو تا سالها در آرامش زیستند. بانوی گنبد قهوه‌ای سکوت کرد. نور مشعل‌ها بر چهرش افتاده بود و چشمانش مانند خاک پس از باران می درخشیدند. او گفت ای پادشاه من، خاک ساده ترین رنگ دنیاست، اما از دلش هزار رنگ دیگر می روید. آدمی هم اگر دلش فروتن باشد جهان درونش شکوفه می دهد. بهرامشاه لبخند زد و به خاک کف گنبد نگریست. در آن لحظه فهمید که هیچ تاجی بی ریشه در خاک پایدار نیست. دوستان عزیزم، امیدوارم که با شنیدن این داستان یه آرامشی گرفته باشین و چشماتون کم کم آماده به یه خواب دلنشین باشه. ولی ممنون میشم قبل از اینکه داستان به پایان برسه این ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون بفرستید و از کانال من که در آغوش خوابه حمایت کنید. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید. بریم ادامه داستان رو بشنویم. روز آدینه بود. آسمان روشن و آروم، نسیمی لطیف از میان ستونهای قصر می‌گذشت و خورشید با نوری سپید و نرم بر دیوارهای مرمری میتابید. شاه بهرام ردایی سفید بر تن کرد.
و گام به گام به سوی گنبد سفید رفت. آخرین گنبد از میان 7 گنبدش. گنبدی ساخته از سنگ‌های مرمر سپید که در نور روز چون برف می درخشید. هوای درونش خنک و آرام بود و عطر گلاب و صندل در فضا پیچیده بود. در آنجا بانویی با چهره‌ای چون سپید دم در انتظار بود. چشمانش روشن و آرام و صدایش چون صدای فرشتگان نرم و دلنشین. او با لبخند به شاه گفت: پادشاه من، این گنبد سپیدی و روشنی است و امشب حکایتی برایت دارم از نوری که در دل تاریکی زاده شد. و چنین آغاز کرد: در شهری دور مردی میزیست به نام سهراب. او عارف و نقاشی بود که همه عمرش را صرف کشیدن تصویر نور می کرد. اما هر چه می کشید هیچگاه احساس نمی کرد که حقیقت را یافته است. روزی از روزها از شهر بیرون رفت تا شاید در دل طبیعت آن نوری را که می جست بیابد. روزها در دشت‌ها راه می رفت و شبها زیر آسمان پرستاره می خوابید. اما نوری که در پیش بود نه در خورشید می دید و نه در ماه، تا آنکه شبی در بیابانی تاریک و بی صدا چراغ کوچکی در دور دست دید. به سوی آن رفت و در میان تاریکی پیرمردی را دید که در کلبه‌ای کوچک نشسته و فانوسی می ساخت. سهراب گفت: ای پیر دانا، من سالهاست به دنبال نورم. به من بگو این نور جاودان را از کجا می توان یافت؟ پیرمرد لبخند زد و گفت: نور را نمی توان یافت اگر در دل تاریکی خود نتابی. سهراب حیران شد. پیرمرد فانوسی در دستش گذاشت و گفت: این را روشن کن، اما نه با آتش، با دلت. سهراب فانوس را گرفت، لحظه‌ای چشمانش را بست و ناگهان نوری از درونش برخاست. نوری آرام، گرم و بی پایان. در همان لحظه فهمید که سالها در جستجوی چیزی بوده که در دل خودش پنهان بوده. پیرمرد ناپدید شد، اما نور در دل سهراب ماند. او به شهر بازگشت و نقاشی تازه‌ای کشید. تابلوی نه از خورشید و ماه، بلکه از دل انسان که در تاریکی هم می درخشد اگر با ایمان روشن شود. از آن روز مردم شهر هرگاه در اندوه و تاریکی می ماندند به خانه سهراب می رفتند و او با نوری در چشمانش آرامشان می کرد. بانو در گنبد سفید سکوت کرد. نور سپید از روزنه های سقف بر او میتابید و چهرش درخشانتر از پیش بود. او گفت: پادشاه من، رنگ سپید رنگ ایمان است، رنگ آشتی با خود. وقتی انسان درونش را پاک کند، نور خدا در دلش میتابد و دیگر نیازی به آفتاب ندارد. بهرامشاه سر فرود آورد.
و در چشمان بانو نگریست. برای نخستین بار در سکوت لبخندی آرام زد. لبخندی از جنس آرامش و رهایی. نور سفید در گنبد پیچید و هوا پر از عطر گلاب شد. بهرام در دل گفت شاید همه این گنبدها درون من بودند و هر داستان نوری است برای پیدا کردن خویش. و این گونه بود 3 شب دیگر از سفر بهرامشاه گذشت. 3 گنبد، 3 رنگ، 3 معنا. در گنبد فیروزه‌ای او آرامش را در دل دریا یافت. در گنبد قهوه‌ای فروتنی و ریشه انسان را در خاک شناخت و در گنبد سفید نور را در درون خود پیدا کرد. او فهمید که گنبدها تنها در کاخ نیستند، بلکه در دل انسانند. هر رنگ نشانه‌ای از حال و درسی از زندگیه. بهرام به آسمان نگریست. ماه میان ابرها می درخشید و ستارگان چون یادهای شبهای گذشته در سکوت آسمان پراکنده بودند. با خود اندیشید شاید راز پادشاهی در داشتن تاج نباشد، بلکه در دانستن این باشد که هر رنگ نوری است از درون ما. آنگاه چشمهایش را بست و لبخندی آرام بر لبش نشست. باد از میان درختان گذشت و عطر گلاب آرام در هوا پیچید. شب آرام و روشن شد و گویی گنبدهای رنگی در دل آسمان یکی یکی درخشیدن گرفتند. دوست عزیز و همراه گرامی من، اگه از این سفر در میان رنگ ها لذت بردی، ممنون میشم لایک و کامنت کنی. برای من مثل نوریه در دل تاریکی تا بتونم برای شما عزیزان باز هم شبهای دیگه‌ای از قصه و آرامش بسازم. پس بخواب آروم من، دنیا هنوز پر از رنگه. فقط کافیه چشمانت رو ببندی و